دانشگاه دیزاین دومی وطن گسینسای دوشنبه. اینجا صدبرگ اون طرف رای آهن و این طرف از ما میرویم. امروزه نواری ما طرف چهارراه، یعنی که پاوروت ایرپورت و تا سیوم باش چهاردومه و گفته کوچه لاس وگاس. جوره صدبرگ. این طرف موزه دومی وطن و این کنیجنی میری تو پیشتره. اینجا میره من اون طرف کاروچی رای چهارراه وطن پاوروت ایرپورت گفتیم و اینجا دومی وایکیکی اکنون نام گذاشته شده است، اما اینجا هم فلو هم وایکیکی هم کاروچی هم بانک سپیتامین بانک همش در همینجا. این ایستگاه فقط انا خیلی پر از اتوبوس و ترالیبوس است، یعنی که خدمت رسانی با سطح عالی. یگان تنقیصی مسئله مسافر بری نیست. تشکر به حکومت شهر دوشنبه که تنقیصی بسیار بود، اما حاضر همش پس سر شد. اینجا دومای نو ساخته ایستادن. نصیب باشد بعد از 3-4 سال اینجا پل لاس وگاس دیگه در پیش اینجا هیچی. اینجا هم فلو هست. اینجا با بانک اروان گفتیم که دومی وایکیکی. اینجا همونا بانک سپیتامین، اروان، فلو و وایکیکی. اینجا جنگ کردن، جنگ بی نگاه که بچه با کنتاش پر آمدن. اون نی نگاه که تلپا جنگه طرفی پاوروت ایرپورت چهارراه، یعنی که چهاردومه لاس وگاس رفتیم. الیکوی خیلی ایجا ببینین چقدر آرامه. نگاه کن چقدر تینجای الیکوی ایجا را ببینین، سبز و خورم. این اتوبوس رفته اومده ایستادن. دالشی اینا ای را ببین. اینجا همون گفتگی ما سپیتامین بانک اروان و اینجا یک بانک نوی دیگر. اینجا چیه؟ شرون لانچ بار بوده. اینجا بانک دیگر، بانک چین بانک باشد. دوشنبه پلازا بانک بود، پلی هم هست. دوشنبه پلازا. این طرف میریم. این طرف بانکی خلق بانک. این طرف بویس مغازه کامپیوتری. این طرف مکتبی 55. انا خلق بانک. یکی ما با پیش خلق بانک نمیریم. اینا زدنی را بینن. ما با درون الیکاش میرویم که در اینجا الیکاش بینیم چی خیلی سبز و خرم است. اینجاست کامینکو. میتونین اومده یومبوش 5-10 دقیقه میشینین. درخت را بین میزنن، درخت در اینجا میزنن. نگاه کن. دیدی کامera ما چرکین کرد. اینا درخت را بین رنگی گلی بادام است. گلی بادام؟ شوخی کردم اگه باور نکنین تماشاگران محترم. اینجا نگاه که الیکا را خوش رو بیشتر نگاه کن. نگاه که جا فانتان بود قاق شده. حتما تاجیکستان خیلی گرم است. نگاه که کامینکو را بینین. خیلی جای موتور پارتای همش سطح است. تقریبا ویدیو خب یکم ویدیو کنیم ما. یکم راه بزرگ مراه دوست میریم. اختم مراه بزرگ میرش مراه دوست میریم نه خالی. اون طرف ما اومدیم، از طرف صدبرگ کنیج نمیر اومدیم. اینجا یکم چهارراه
نگاه کنین اینا نبودن اینجا چوراهای چولوچکا میگفتن با فکرم. اینا نگاه کنین چورا اینجا راهی نو اون طرف حموم سویتی و روی آهنی تاجیکستان میبراید. خیلی اینجا این دومای نو زیبا نگاه کنین بچه ها. و کسی میخواد تماشا با تاجیکستان دوشنبه مرحمت. بخی اینا کجا خیلی سوزی خیلی سیگنال میتی اما جدا. اون طرف رای سادبرگ نجیمی و این طرف ما چهاردومه، یعنی که طارت ایرپورت رفته ایستادیم. این اتوبوس ها بینیم. این خیلی اتوبوس ما رو داریم. لندن دم بگی. و داشتی راهیمو بسوی سیوم بس طارت ایرپورت، یعنی که چهاردومه راهی لاس وگاس. ما این اومدیم این دوم خیلی هم راهی ما دوام دارد. اونجا مغازه‌های خیلی هر خیلی مغازه هست ایره اون طرف و اینجا ام خودک‌های ام بوده. شاورما خودک‌های ام این زدنیه هم اینجا بود. درچی اونجا خودک‌گر جای خودکنی، یعنی که چی بسیار در تاجیکستان فقط جای فست فود خودک. مرحمت کنید همه وقت شما رو این چیزا مهمانانی عزیز. اینجا نگاه کنید با پیتزا. این هم ماجو خودک و پیتزا بوده. اونش انا ما با چهارراهی سازیدنیا اومدیم، یعنی که چهارراهی بالینسای سکوری، یعنی این دومی سازیدنیا بازی تالکو شدگی. این طرف چهارراهی، اون طرف کاروچی طرف زیلونی بازاری اولا میبر اومدیم، یعنی که چخوف مغازه‌های نه خوب زور پیدا شده. این مرحمت داشتی این طرفش پشت سازیدن، این طرف مسجد شاه منصور و بالینسای سکوری. اینجا سازیدن، یعنی دیدن دومش سازیدن اینجا میلانو مودا، یعنی که صدردین عینی 48. سازیدنیا گپ تو نفهمیدم. اونا دومی راه با اونا دومی پایکار، یعنی که مغازه سوپرمارکت هم گیر میشه جو گیپرمارکت هم پایکار. اون طرف ولی هم راهی چهاردومه میریم، نصیب باشد قریب اومدیم. و این دومی ناو، این هم نمیدونم نومش چیه، حوزه از پیش میبینیم. و این سازیدنیا تالکو دومی چخه با حشماتی نکی زیبا بوده. این دوم خوش رو ساختگی بازیم ببینیم از پیش نگاه. این دوم بینا، این دوم هم گیزالا بوده. اینی بیا بی حالی هوی نبوده. نگاه کنین دوم ناو ساخته است، داروش حالی سلافان داره. دیده هم بگیریم بچه ها. پاتالوکش رنگی وای بوده، شکلاتی
воздушный, молочный. Озимо хати гудак و чулак ҳама пайкар медроед. Кани бинем дурни пайкар чӣ қадар? اون طرف حالا موندگی راهی چهاردومه فورات ایرپورت از میریم با اونجا با معرفی میکنم. بازی پایکار تشنه شدیم یا آب بنوشیم. و درون مغازه سوپرمارکتی پایکار در اومدیم. باور کنین 1 ساعت زیاد فقط خاطر بوده که آب ویبیرات کردیم. در چیو محصولات پر گوناگونه که در حیرت میمونی که کدامیش گیریم. انا اینجا خیلی گفتگی ما و اینجا هیلتون. یعنی که هیلتون گسیمسای هیلتون مهمانون میتوانند در اینجا 5 ستارگه راحت کرده سالهاش خطی هم بستن اجازه. گفتم که این راهی لاس وگاس در پیشش هیچی نامشان نمیخواد باید باشه. اینجا مغازهای گوناگون اینا خیلی برای خونه و کودک و همین کارا چی همه چی چیزی میخوای اینجا یافت میکنین. دامو را بینین آسمان دا خریب میرسه اور نیسته که ببینین اور تانی میامی دامو های نه پشکات تازه کردشن یکی همه قشبزیب که درخت کم شده درخت های قدیقه که بوار که مرچه هم سایه نمیتونه. ای اون طرف سادبار کنیج نمیر اومدیم سازیدن بالنسا اسکاری این داموی اینه با ناو نگاه کنه این دامو را بینه نو به حد گرم جای ساکنی سایگی نیست. اینجا حیات نه هیلتون گسیمسای 5 ستاره هیلتون. انا قریب اومدیم داموی چهارد اومده انتظار باشد از میرسیم. دوامی وای دامو اینا دوامی همون راه میریم. اینجا با داموی ناو اینجا حالا هم ناو ساختستیان اوهو انا جروق قریب اومده. ما اومده نگاه که همه جا پرچم تاجیکستان پرفشان است. تاجیکستان با پیش. انا دامهای بلیزنیاشکی چهاردومه پاوروت ایرپورت با یه عذاب اومدم از چلو بیابان گذشته. از طرف سادبار با سوی سیوم باز راهی ما همی خیلی بود سنی بالا. اینه یکم دوم یکم ای دیمه نامعلوم یعنی یکم دومشون طرف سیوم باز بسته. این دویم دومش اون طرف سیوم باز و اون طرف پاوروت ایرپورت و اینش چهارمش سیومش اون طرف سادبار کنیزنمیر و این چهارم دومش. انا اینا میگن چهاردومه بلیزنیاشکی یعنی که دوگانیک ها اینجا چهارگانیک
دیدتون میچخل زیبا آج نصیب باشه او پراره میگذاریم با این طرف سیامکا میکنیم اون طرف سیوم باز اوجه معلوم تپو Engel de cebelinde. بره با ماشین چی نزنم خطی با پاکم نه پیش خدا نگاه نمیکنه پیش خدا نگاه نکده سه چیکو کنه سه تافو هن اون طرف سیوم باز و این دوم یکونیکاش بگیم دگونیکاش بگیم چهارگونیکاش بگیم هن اون طرف ما اومدیم از طرف کنیژنیمیر سدبر این دومی دیگری و اون طرف راهی پاوروت ایرپورت مهمونون بیاین و با همین راه ایودتون نبروید با بیروید اون طرف سیوم باز این طرف پاوروت ایرپورت راست ایرپورت میرود بیایی نه این طرف نمیدونم چیه این طرف ایرپورت سدبر کنیژنیمیر اون طرف دوستان عزیز ما چه خیلی گفتم راهی لاس وگاس یعنی که راهی از سدبر کنیژنیمیر تا چهاردومه پاوروت ایرپورت نوارش رو گفتم که با شما پیشنهاد خواهم کرد با صفت 4K صفت عالی چه دیدید همین راهی که پاوروت ایرپورت کنیژنیمیر چه زیبا آشیانه بلند آشیانه شدگی است اما خیلی کم ترم که تنقیصش که درختها کم است خیلی امیدوارم آینده درختها کلان بشن بود در تای سویگی اونها آرام یعنی که سبخیرک بینشینه و شما موفقیت سربلندی آبونه شدن رو از یاد نبرید و شما موفقیت سربلند